خب چگونه که روزهای اخیر در شبکه‌های تلویزیونی نمایش فیلم مستند خیانت روی نمایش برآورده شد، گمان می‌کنیم که برای شرایط معاصر، برای شرایط کنونی تهیه چنین فیلم‌های مستند عین مدعا است، زیرا ما پیوسته مشاهده می‌نماییم که حزب و حرکت‌های ارتجاعی گوناگون توسط خب شبکه‌های اجتماعی، توسط واسطه‌های گوناگون اطلاع رسان سعی می‌نمایند که فضای ثبات و آرامی جامعه را خلل‌دار نمایند. از این خاطر شهروندان باید چهره واقعی چنین ارتجاعگران، چنین عملکردهای تروریستی را باید شناسند، زیرا تجربه جامعه ما نشان می‌دهد که یک مرتبه از سر گذراند که نباید مردم ما طوری صدساله‌ها چنین سرگذشت را از خاطر برند که باعث به قتل و کشتار و ناآرامی‌های زیاد جامعه سبب گردید. از این رو مردم امروز درک کردند و چهره واقعی چنین ارتجاعگران را دیدن، شناختند و من باوری کامل دارم که دیگر با چنین عملکردها دست نخواهند زد.